اما امروز ایران نیست تنها، توی محدوده جغرافیایی نیست. امروز هشت شعبی عراق ایرانه، حزب الله لبنان ایرانه، انصار الله یمن ایرانه، جبهه وطنی سوریه ایرانه، جهاد اسلامی فلسطین ایرانه، حماس فلسطین ایرانه. اینا همه شده ایران. یعنی ایران دیگه ما نیستیم تنها. سید مقاومت اعلام کرد مقاومت در منطقه یک امام دارد و اون امام مقام معظم رهبری انقلاب اسلامی ایران است. اصلا شما فهمیدید ایران کجا؟ داره نگاه میکنید ایران کجاست؟ مگر جنوب لبنان ایران نیست؟ مگر حزب الله ایران نیست؟ مگر این پهپادهایی که یمنی ها فرستادن و اینطور عربستان سعودی رو به خاک سیاه نشون، مگر اینجا ایران نبود؟ که میگید از شمال اومد از جنوب نیومد. مگر شمال و جنوب فرق داره؟ هم جنوبتون ایرانه هم شمالتون ایران.